بهار این دم شما را ببره بر سوی شهری قیصه ها تیلا یکان ای بچه ها شیری نکانی به بهار این دم شما را ببره بر سوی شهری قیصه ها نشونیدم نگویه نفهمیدم نگویه این سال در سال نو بمبوی برفی و برفک نمی آید آنها بیمار شدند سال نو نمی شود جان باش با چه شد؟ دلم نقش رو حس کرده ایستاداست نبیری عزیز نمیدونم که چیکار کنم بابا جان شما دیده میتوانید کو یک بار بینی؟ قریب که از خاطرم رفته است سکدش اکنون چیکار میکنیم نبیری من؟ دید بابا جان رفته دخترچه را خرسان میکنیم آج خیل میرویم با کجا میرویم؟ بابا جان شما آخر اصای سحرناک دارید کو پیری ده نبیری عزیز پیری ده کنه دار رفته سکدش بابا جان برفا السلام نبیری عزیز بابا جان برفا شما هم بیمار نیسته؟ نه او با تو این خبر رو کی رسون؟ با من این خبر رو یک زاغی سیاه رسان وای این زاغی نوبکار خیلی از خود رفته است بابا جان لا بیاید من انا همان افسانه زاغ را با عزیز خان نقل کرده دهم مایلش خیلی خوب میشود که این افسانه را عزیز خان هم داند لیکن نبیری من میترسم که ما در اینجا آب شدن ما ممکن این خانه گرم است بابا جان آخر شما از سوی سحرناک دارید کو قریب که از خاطرم رفته است حاضر قایدش رو میکنیم سکدش انا نبیری عزیز میتونی به ملال نشسته افسانت را نقل کنی خیلی شنید مالش بابا جان عزیزه خان حاضر من افسانه را نقل میکنم با دقت گوش کن خوب زاغ صاحب یک چوچک زیب و یک شد روزها گذشت چوچه زاغ مادر کمی بزرگتر شد یک روز زاغ مادر برای آوردن غذا به بیرون میرفت و به چوچه‌اش امر کرد و گفت عزیزکم تو هنوز خوردی پرواز کردن نمیتوانی نشود که در وقتی نبودن من پرواز کرده از لانه بیرون بپری این گپ ها را زاغ مادر گفت و قر کنان پرواز کرد و رفت هنوز مدتی از رفتن زاغ مادر نگذشته بود میدونی چیکار کرد چوچه زاغ مادر با خودش کمی فکر کرد و گفت آیا من میتوانم پرواز کنم؟ و سعی کرد که بپرد چوچه زاغ مادر خوب بالو پر زد اما پرواز کردن نتوانسته از بالای درخت به پایان بوته درخت افتید همین وقت از بالای یک زاغ میگذشت قر کنان
ناگاه چشمش به جوجه زاغ مادر افتید و زاغ فکر کرد که جوجه زاغ مادر به کمک نیاز دارد و خواست این خبر را تا به دیگران رساند و از آنها کمک بپرسد. زاغ قر قر کنان پرواز کرد که ناگاه در بالای یک درخت 5 زاغ نشسته بود و به پیش 5 زاغ رفت و گفت قر قر چرا اینجا نشسته اید؟ جوجه زاغ مادر از بالای درخت افتیده است و به کمک نیاز دارد. 5 زاغ دیگر قرقر کنان پرواز کردند تا این خبر را به دیگران رسانند. همین خیل این خبر تا به زاغ دهم رسید. میدانی زاغ دهم چی گفت؟ قر قر جوجه زاغ مادر از بالای درخت افتیده است و نال و بالا شکسته است. گویان فریاد کرد. همین خیل این خبری بر دروغ به همه زاغ‌ها پند شد تا به زاغ چلم رسید. استخوان میدونی زاغ چلم چی گفت؟ چی؟ قر 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 جوجه زاغ مادر از بالای درخت افتیده است و فکر میکنم که مرده است. گویان داد و فریاد کرد. از این خبری بر دروغ همه زاغ‌ها خبردار شدند و همه زاغ‌ها با آه و ناله به پیش زاغ مادر رفتند و آنجا رسیدند. دیدند که زاغ مادر با یک عذاب جوجه‌اش را از قبط بوته درخت بیرون آورد و زاغ‌ها دیدند که جوجه زاغ مادر صحت، نالش هم نشکسته است، بالش هم نشکسته است. و من بعد زاغ‌ها به خودشان قول دادند که چیزی را که با چشمان خودشان ندیدند باور نکنند. انا دیدی عزیز خان، تو هم به من وعده دی که کاری که با چشمان خودت ندیدی هیچگاه باور نمیکنی. بابا جان لابا. من هم وعده میدیم که کاری را که با چشمانم ندیدم هیچگاه باور نمیکنم. آفرین نبیری عزیز. عزیز خان، پس ما نباید به سخنهایی که توسط آدمان زیاد دهن به دهن شده است باور کنیم. ممکن است بعضی از آن سخنهای درست از بین رفته و سخنهای بر دروغ بر آن علاوه شده باشد. عزیز خان، اکنون تو میتوانی چی آرزویی داشته باشی نوشته به من دهی و من به تو وعده میدهم که در سال نو چی آرزویی داشته باشی آرزوی تو عملی میگردد. از راستی؟ از راستی نبیره عزیز. شما هم نبیره های شیرین بابا هیچگاه از آرزو کردن نترسید. چی آرزویی داشته باشید نوشته به بابای برفی فرستید و دانید که آرزوهای نیک شما جامعه عمل میکشد. تلایه کن ای بچه ها شیرین کنی به بها این دم شما را میبره بر سوی شهری قصه ها. تلایه کن ای بچه ها شیرین کنی به بها این دم شما را میبره بر سوی شهری قصه ها. گل غنچه ها ای کودکان شیرین کن خندان کن. گل غنچه ها ای کودکان شیرین کن خندان کن. بهری شما آورده یک گل زیبایی